استعرض تاريخ منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلات. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بر الله پروردگار عالمیان را. درود و سلام بر سید پیغمبران محمد، عائله ایشان و تمام صحابگانشان. ما شما را با سلام اسلامی مبارکباد میگوییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قضیتنا لهذا اليوم هي الهدنة في الإسلام. ما شاد هستیم که با شما یکی از معماهای مهم مسلمانان را بررسی می نماییم. امروز ما مسئله صلح را در اسلام بررسی خواهیم کرد. این مسئله خیلی مهم است، زیرا بسیاری از مسئله های مربوط به جهاد، گسترش دعوت اسلامی و روابط مسلمانان با خلق های دیگر به آن وابسته است. اسلام فهماند که جهان به دو دیار تقسیم می شود: دارالاسلام یعنی دیار اسلام و دارالکفر یعنی دیار کفر. دار اسلام ودار حرب. هذه قاعدة أساسية. تقسیمات جهان به این دو نمود دیارها قاعده اساسی مسلمانان می باشد. حدود اسلام یعنی دارالاسلام این دیار است که در آن حاکمیت اسلامی موجود است و مسلمانان را با قانونهای شریعت اداره می کنند. حدود کفر یعنی دارالکفر هر یک دیار است که با قانونهای الله متعال اداره نمی شود. حاکمیت در این قلمرو حاکمیت اسلامی نیست. این چنین قانونها در آنجا اسلامی نیستند. با چنین وضعیت در جهان قانونهای شریعت مناسبت‌های بین دارالاسلام و دارالحرب را یعنی قلمرو جنگ را تنظیم می‌کنند. یکی از این قانونها صلح است. به واقعیت امروزه مسلمانان نظر کرده می‌بینیم که حاکمان در سرزمین‌های آنها با دولت‌های امپریالیستی شرطنامه بستند. ما این چنین امروز می‌بینیم که چگونه گروه‌ها و جماعت‌های اسلامی با آنهایی که با اسلام دشمنی می‌کنند صلح بستند. مثلا آنها با یهودیان و دولت‌هایی که بر ضد اسلام می‌جنگند صلح میکنند. در مورد آموزش دلیل‌های شرعی می‌بینیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با قبیله‌های عرب سازش و پیمان‌ها بسته دعوت اسلامی را در سراسر جهان پهن نمودند. اینک صلح با دیگر دولت‌ها در دایره جهاد و پهن کردن دعوت اسلامی در سراسر جهان است. در این زمینه ما باید تمام متن‌های مربوط به صلح و متن‌های مربوط به جهاد را آموزیم. اگر ما این متن‌ها را نآموزیم و مسئله صلح را از قانونهای جهاد جدا کنیم، به خطاگی‌های دغلانه راه داده خود مسئله را پیچیده می‌سازیم. قبائل العرب اثناء حمل دعوة الإسلام ونشر الدعوة إلى العالم. إذن المهادنة أو الهدنة تقع في سياق محدد وهو وقتی مسئله صلح و اتفاق با خلقهای دیگر را می آموزیم، آن را از قانونهای جهاد جدا کردن لازم نیست. متنهای شرعی به ما اجازه می دهد که صلح کنیم. هذا السياق يحتم علينا أن ندرس كل النصوص التي وردت في المهادنات وأن ندرس أيضا كل النصوص الواردة في الجهاد. وبدون دراسة هذه النصوص أو تغييب أحكام الجهاد من موضوع المهادنات يحدث خلط كبير ويحدث أخطاء فاحشة في هذا الأمر. ولذلك لا يجوز تغييب أحكام الجهاد ونحن نبحث في المهادنة أو نبحث في المعاهدة أو نبحث في الحلف الذي نريد أن نبرمه مع الآخرين. الآن هذه النصوص الشرعية عند استعراضها نجد أنها تقول لنا أن الهدنة جائزة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أبرم هدنة مدتها محددة مع قريش فيما يسمى بصلح الحديبية. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با قریش در حدیبیه به مدت معین صلح کرد. این چنین در وقت پهن کردن دعوت اسلامی و مبارزه با قریشی ها، رسول خدا صلی الله علیه و سلم با قبیله ها صلح و شرطنامه بستند. باعتبارها هي رأس الحرب في محاربة الإسلام. إذن الهدنة جائزة
صلح جایز است، اما صلح قطع جنگ به مهلت محدود است. ولو لفترة محدودة. إذن تعارض الجهاد الذي وردت فيه النصوص تقول بأنه فرض. درباره جهاد در متنها آمده است که آن باید پیوسته انجام داده شود و پرهیزگاری صالحان و فسق فاسقان بازداشته نمیتواند. إذن التوفيق بين أدلة الجهاد التي تجعل الجهاد فرض. اکنون چگونه باید بین متنهای درباره واجب بودن جهاد و آنکه جهاد باید دائما عملی باشد تا آن دمی که الله تمام زمین را میراث میگیرد و متنهای درباره صلح موافق نماییم؟ این متنها را موافق نموده ما میگوییم که صلح جایز است اگر در آن مقررات زیرین موجود باشند. اولا يجب ان تحدد الهدنه بمده محدوده، لان عدم تحديد المده او ابرام المهادنات والاتفاقيات. اولا باید مهلت صلح را معین کرد، زیرا از سبب بستن صلح دائمی جهاد ترک می شود که خلاف شریعت الله متعال است. در هیچ وجه نباید صلح دائمی بسته شود. النقطة الأخرى يجب على هذه المهادنات أن تسير في سياق. ثانیاً سازش باید در چهارچوب عملی سازی جهاد صورت بگیرد، یعنی هر صلحی که بر اثر آن جهاد ترک می شود برای مسلمانان حرام است. اگر از سبب صلح با کافران جهاد و پهن کردن دعوت به خلقهای دیگر ترک شود، پس این گونه صلح جایز نیست. النقطة الثالثة وهي يجب أن تتضمن هذه المهادنات والعهود ما يخدم دعوة الإسلام. سوم، صلح و پیمانها باید به منفعت جهاد و دعوت اسلامی خدمت کنند. من چند مثال می آورم. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دولت اسلامی را بنیاد کرد و برای او و مسلمانان جهاد حتمی شد، او نمی توانست در همه جبهه ها جنگ کند. یقینا انه لا يستطيع هو ولا أي دولة في الإسلام دولة للإسلام قادمة أن تخوض حربا. این چنین دولت اسلامی که در مسلمانان پیدا می شود نمیتواند در همه جبهه ها جنگ کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با قریش صلح بست تا با یهودیان خیبر که بر ضد او مکر میکردند مشغول شوند. او با قبیله ها صلح می بست تا که جهاد را بر ضد آن قبیله هایی که دشمنی خود را بر ضد دولت اسلامی نشان داده بودند ادامه دهد. القبائل التي أظهرت عداء لدولة الإسلام. إذن هناك مصلحة يقتضيها الجهاد بأن لا تفتح جبهات قتال. با منفعت جهاد دولت اسلامی نباید با همه آنهایی که دشمنی خود را بر ضد دعوت اسلام اعلان کردند یک باره جنگ کند. ما همچنین دیدیم که وقت قبیله های اتفاقچیان برای از بین بردن دولت اسلامی بر ضد مدینه جمع شدند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ترک کردن جنگ به قبیله غطفان تکلیف کرد که به عوض مال و ثروت با او سازش کنند. منفعت این شرطنامه از هم جدا کردن اتفاق قبیله ها بود. اینچنین با این شرطنامه او میخواست که عملیات نظامی قبیله های متفق را برباد دهد. پس اگر صلح به منفعت جهاد و پهن کردن دعوت باشد، پس بستن آن جایز است. يقتضيها الجهاد تفكيك هذا الحلف وهكذا. إذن الهدنة تجوز عندما تكون خادمة لمصلحة تتعلق بالجهاد أو نشر الدعوة. دولت اسلامی در گذشته هنگام بستن صلح با دیگر دولت ها در نزد آنها شرط می گذاشت که بر رسانیدن دعوت اسلامی خلل نرسانند. این دعوت در جامعه های آنها با مقصد تشکیل افکار عموم که اسلام را دستگیری می کرد گذرانیده می شد که در نهایت راه را برای باز کردن قلمروهای نو باز می کرد. هكذا تكون الهدن. لكن عندما نريد أن نقف صلح باید همین طور انجام داده شود. اما ماهیت مشکلی امروزه در چیست؟ اولا مشکلات در آن است که صلح نباید از جانب جماعت ها، حزب ها و اتریت هایی که عملیات جنگی را پیش میبرند بسته شود، زیرا این گروه و اتریت ها قدرت ندارند. احکام شریعت درباره صلح نشان میدهد که صلح باید از جانب صاحب قدرت بسته شود. احکام صلح به مانند احکام جزا یعنی حدود به حاکم واگذار کرده می شوند.
احکام جزا بدون حاکم و قدرت عملی نمیشوند. احکام صلح به حاکم داخل دارد و به جماعت ها بستن صلح جایز نیست. جماعت با دولت صلح بسته خود و دیگران را وظیفه‌دار میکند که این صلح را رعایت کنند. همان جماعت چنین ترکیب ها را ندارد که گروه های دیگری را که رأی هایش فرق میکند موظف سازد که آتش بس بسته اش را رعایت کنند. در این حالت مبارزه بین مسلمانان و کافران به مبارزه بین خود مسلمانان تبدیل می‌یابد که در آن خون منع شده ریخته می‌شود که این جایز نیست. بين المسلمين والكفار إلى صراع بين المسلمين فيما بينهم ويسفك الدم الحرام وهذا لا يجوز. هذا أمر، والأمر الآخر الذي لا يجوز أن يغيب عن الذهن: سلم المسلمين واحد وحربهم واحدة. این یک نکته است که ما ذکر کردیم. یک نکته دیگر نیز هست که ما نباید آن را فراموش کنیم. وقتی که مسلمانان با کسی در حالت جنگ یا صلح هستند، این به همه مسلمانان داخل دارد. پس چگونه میتوان با یهودیان در غزه سازش بست در حالی که آنها در بیت المقدس و رام الله مسلمانان را میکشند؟ چگونه میتوان با رژیم سوریه در عزبدان صلح بست در حالی که این رژیم مسلمانان را در ادلیب، حما و حلب میکشد؟ از این رو عهدنامه و سازش هایی که جماعت ها میبندند اعتبار ندارند. چرا چنین میشود که مسلمانان با کافر صلح میبندند؟ من فکر میکنم که این تنها با یک سبب روی میدهد. گپ در سر آن است که اسلام در پهن کردن دعوت، جهاد و رسانیدن اسلام به خلقهای دیگر طریقت خاصی خود را دارد. طبق احکام شریعت این طریقت تنها از جانب دولت اسلامی عملی می شود. دولت اسلامی باشد تنها با طریقت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بنیاد می شود. وقتی که مردم به طریقت اسلام در بنیاد دولت و بردن جهاد مخالفت کردند، آنها با چنین مشکلات روبرو شدند و از آنها خیلی آشفته بودند. از این رو مسلمانان برخلاف شریعت عمل کردند. کسی که به طریقت اسلام پیروی نکند به عملهای خلاف شریعت دست میزند. در اساس این ما میگوییم بستن صلح جایز است، اما این صلح حدودهای شرعی دارد. گفتم ممکن نیست که صلح در شکل مطلق عمومی جایز است، زیرا این گونه صلح آنچه را که الله حرام کرده است حلال و امر حتمی الله را حرام میکند. از الله برای خودمان و مسلمانان عاقلی و درستی را میطلبیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. والمسلمین السداد والرشاد والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.